بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا من بناء الأفعال. إنك ما درس خضر دوام مدهم از كتاب بناء الأفعال، يعني إن در فن صرف بحث میکند. درس امروزی ما النوع الثالث هو ما زيد فيه 3 أحرف على الثلاثي وهو 4 أبواب، يعني همان 12 بابی که در برابری یعنی 3 حرف اصلیش با علاوه حرفا می شود، یعنی حرف علاوه‌ای دارد و او به 3 نوع تقسیم می شد. قسم یکم یک تا حرف علاوه می شد و تحت این 3 باب بود، و نوع دوم 2 تا حرف علاوه می شد که زیر این 5 تا باب گذاشتیم. اکنون نوع سوم باشد در برابر 3 حرف اصلیش 3 تا حرف دیگر چی میشد؟ علاوه می شود، یعنی بر ضمن 3 حرف اصلی با 3 تا حرف زیادتی علاوه می شود و هو 4 ابواب. تحت این 4 تا باب می باشد. الباب الاول استفعل يستفعل استفعالا، الف سین تا زیادتی است. موزونه استخرج يستخرج استخراجا، هم وزن همین باب. وعلامته أن يكون ماضيه على 6 أحرف بزيادة الهمزة والسين والتاء في أوله. نشانی این باب از آن عبارت است که فعل ماضیش عبارت از 6 تا حرف می باشد با علاوه شدن همزه و سین و تا در اولش. و بناؤه للتعدیه غالبا بنای این باب برای فعلهای متعدی است، یعنی مفعول طلب. و قد یکون لازمه، بعضا لازم هم می شود. مثال المتعدی نحو استخرج زید المال، مثال برای فعل مفعول طلب. برای مثال استخرج زید المال، استخرج فعل، زید فاعل است و المال مفعول به. زید مال را برآورد، زید مال را چکار کرد؟ برآورد. و مثال لازم نحو استحجر الطین، مثال برای چی؟ فعل لازم. فعل لازم فعلی که احتیاج به چی ندارد؟ به مفعول ندارد. فعل میگیم، فاعل میگیم، به همین معنا تمام میشه. برای مثال استحجر الطین، یعنی لای سنگ شد، یعنی لای بودو چی شد؟ سنگ شد، پاک شد، شاخ شد. و قیل لطلب الفعل، و گفتن این باب برای طلب فعل هم میشود، یعنی یک کار درخواست کردن. برای مثال استغفر الله، من از الله مغفرت طلب میکنم. ای اطلب المغفرت من الله تعالی، من از الله چی؟ مغفرت میطلبم. این برای طلب هم میامد است. الباب الثاني باب دوم افعوعل يفعوعل افعیالا، موزونه اعشوشب يعشوشب اعشيشابا. وعلامته أن يكون ماضيه على 6 أحرف بزيادة الهمزة في أوله وحرف آخر من جنس عين فعله والواو بين العين واللام. وبناؤه لمبالغة اللازم، لأنه يقال عشب الأرض إذا نبت على وجه الأرض في الجملة، ويقال اعشوشب الأرض إذا كثر نبات وجه الأرض. مهم.
باب دویم از 4 باب که زیر نوع سیوم می باشد افعوعل، یفعوعل افعیعلا، هم وزن این اعشوشب یعشوشب و اعشیشابا. علامت این باب آن است که فعل ماضی عبارت از 6 تا حرف می باشد با علاوه شدن همزه در سرش و دیگر حرف از جنس عین، یعنی عینش دوتا می شود و یعنی عین مفعلش دوتا می شود و علاوه شدن با واو بین عین و لام. برای خاطر آن گفته شده است که یعنی با علاوه شدن حرف واو بین عین و لام معلوم شده است که وقتی که ما افعوعل گفتیم که همون عین دویم زیادی بوده است. فهمیدید؟ از بس که عین دویم زیادی هست بنابراین واو بین چنده میماند؟ بین عین یکم و لامی فعل میماند. برای خاطر همین گفته است که با علاوه شدن واو بین عین و لام. فهمیدید؟ اگر این خیل نمیشد میتونست گفتن که و علاوه شدن واو بین دو عین. فهمیدید؟ خب همین خیل. و بناؤه ساخت این، یعنی همین باب ساختش برای چی بوده است؟ برای مبالغه لازم، یعنی فعلی لازم میدونه که فعل میگویند فاعل میگویند. همین فعلی چی میگویند؟ فعلی لازمه، فعلی که احتیاج به مفعول ندارد. همون مبالغه میکند، یعنی از حد زیاد میکند. برای مثال میگویند که چی میگویند؟ عشب الارض، خطا است، باید عشب نشود زیرا اینکه الارض مؤنث است. زمین که مؤنث است باید که فعلا مؤنث شود. عشبت الارض، زمین چی شد؟ گفته است که اذا نبت على وجه الارض فی الجمله، وقتی که در بالای زمین اندک گیاه روید، یعنی کم کم بالای زمین اگر سبزه رویدگی باشد میگویند که عشبت الارض، یعنی زمین چی شد؟ علفدار شد که علفزار شد. بعد و یقالو بو میگویند که اعشوشبت الارض، اینم اعشوشبه کرده است. خوب است که اعشوشبت الارض گفتن خوب میشد. بله باید هم بخیر شد. بله اعشوشبت الارض، این کدام وقت میگویند؟ اذا کثر نبات وجه الارض، وقتی که همون گیاه های روی زمین از حد زیاد شود. انا ما وقت میگفتیم که اعشوشبت الارض، یعنی از عشبت الارض را دیده اعشوشبت الارض، این با چی بوده است؟ بسیارتر، یعنی که چنان بالای زمین سر علف شده است که حتی یگان جای زمین نمایان نیست. فهمیدید؟ برای مبالغش میگن. صرف اینا رو انشاءالله گذاشتیم. اعشوشبه، اعشوشبه، اعشوشبو، اعشوشبت، اعشوشبتا، اعشوشوبنا، گفته تا آخر اعشوشبو. الباب الثالث باب سيم افعول يفعول افعوالا، موزونه اجلوذ يجلوذ اجلواذا، وعلامته أن يكون ماضيه على 6 أحرف بزيادة الهمزة في أوله والواوين بين العين واللام، وبناه أيضا لمبالغة اللازم لأنه يقال جلذ الإبل، وزم ختام الناس جلذت الإبل، ما قلتم كي إبل مؤنث إذا سار سيرا بسرعة، ويقال اجلوذت الإبل إذا سار سيرا بزيادة سرعة. خب باب سيوم افعول يفعول افعوالا بدست، هم وزن اجلوذ يجلوذ اجلواذا، وعلامة این باب چی بدست؟ فعل ماضیش عبارت از 6 تا حرف می باشد با علاوه شدن همزه
در سرش، در اولش، و دو واو علاوه میشده است، چون خب واو در اصل کلمه نیست، بین عین و لام. و ساخت این باب نیز برای مبالغه لازم بوده است، برای خاطران که میگویند که جلدت الابل میگویند. کدام این گپ میگویند؟ وقتی که یعنی اذا صار سیرا بسرعه، وقتی که اشتر اندک تیز رود، اندک تیز رود، میگویند که جلدت الابل. و میگویند که اجلوذت الابل، این کدام وقت میگویند؟ اذا صار سیرا بزیادت سرعت، یعنی از سرعت هم زیاد، یعنی خیلی هم تیز و سرعت خیلی هم تیز رود، میگویند که اجلوذت الابل، یعنی شترها خیلی هم تیز چکار کردن؟ سیر کردن، رفتن. الباب الرابع، باب چهارم، افعال يفعال افعلالا، موزونه احمار يحمار احمرارا، وعلامته أن يكون ماضيه على 6 أحرف بزيادة الهمزة في أوله والألف بين العين واللام وحرف آخر من جنس لام فعله في آخره، وبناؤه أيضا لماذا؟ لمبالغة اللازم، لكن هذا الباب أبلغ من باب الإفعلال، لأنه يقال حمر زيد إذا كان له حمرة في الجملة، ويقال احمر زيد إذا كان له حمرة مبالغة، ويقال احمار زيد إذا كان له حمرة زيادة مبالغة. باب چهارم افعال يفعل افعلالا بدست، هم وزن احمار يحمار احمرارا. علامت این باب از آن عبارت بود است که فعل ماضی و عبارت از 6 حرف می باشد با علاوه شدن حمزه در اولش و الف بین چه؟ عین و لام، احمار. و دیگر حرف از جنسی لام فعلش، یعنی لام فعلش دوتا می شود در آخرش، و بنای اون نیز برای مبالغه لازم بود است. ولی این باب از همه باب سخت‌تر بود است در مبالغه از باب افعلال. دید یک جا گذاشتیم که احمر یحمر، احمر یحمر، افعل یفعل، این احمر یحمر، چون که میگویند حمیر زید، زید سرخ شد، اذا كان له حمرة في الجمله، وقتی که زید اندک سرخی داشتگی باشد، یعنی در روش اندک سرخی باشد، اندک سرخی باشد. و میگویند که احمر زید، زید چی شد؟ سرخ شد، سخت. اذا كان له حمرة مبالغه، یعنی که وقتی که سرخی سرخی و زیاد شدگی باشد، یعنی یک جورهای دیگر رنگش دیده سرخیش چی باشد؟ زیاد شدگی باشد، یعنی از سفیدی جور دیده اگر سرخیش زیاد شد همه خیلی میگن احمر. و میگن که احمر زید بگوین چون میگوید که سرخی از حد هم زیاد که قریب که یکون دیگر رنگ نباشد، و میگن که احمر زید. به همین یعنی این چهار بابا یک جای تمام کردیم. صلی الله وسلم علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه وسلم تسلیما مزیدا، و جزاکم الله خیرا و بارک الله فیکم.